به نام خداوند بخشاینده و مهربان. درود بر روی پیامبران راستین، بر روح آزادگان و جانباختگان رای آزادی و سرافرازی مردم ما، به ویژه و به خصوص شهدای چند سال پسین، 3 سال 3.5 سال پسین، شهدای راه آزادی بر علیه طالب وحشی. روحشان شاد و یادشان گرامی باد. درود بر روح پرعظمت سالار آزادگان، قهرمانترین قهرمانان، شاهکار تاریخ خراسان، شهید احمد شاه مسعود بزرگ رحمت الله علیه. سلام به مقاومتگران، سلام به احمد مسعود عزیز و مهربان. درود به شما دوستای گرامی که در جایگاه تشریف دارین و بار دیگه مرا همراهی میکنین. برنامه است متفاوت تر از وقتهای دیگه. عنوان بسیار یک عنوان مشکل است دوستای عزیز. عنوان جنجالی است، عنوان حساس است. پنجشیر ستیزی چیست؟ دشمنان پنجشیر کیها هستند؟ و پرداختن به این مسئله کار ساده و آسان نیست. بسیار دقت میخواهد و آمادگی های کافی و اساسی. منتها من به خاطر بسیار مسائلی که مطرح است، داغ است و پنجشیر ستیزی دیگه به یک حوج عجیب و غریب رسیده، خواستم که امی برنامه را بسیار وقت است که چنین چیز را میخواستم، اما امی بسیار با شتاب آمدم که امی برنامه را داشته باشم، که البته مشکل از به این موضوع آدم رسیدگی کنه به صورت درست و همه جانبه. اما هرچی باد آباد کوشش خودم میکنیم که یک مقدار صحبتهایی را در رابطه با پنجشیر ستیزی و ای که دشمنای پنجشیر کیا هستن داشته باشیم. آرزوی من بعد یکی برنامه یکی از دوستا هم میره اعلان کردم و خواهش کردم که کسایی که در رابطه با این موضوع تجربه دارن، خودشان قربانی تبعیض و برخوردهای پنجشیری ستیزانه بودن، بیاین و مثال ها بگوین بدونی که به کس تاخت و تاز کنند. موضوع ما عقده گوشایی نیست، یعنی تو مرا بد گفتی بیا من تو را بد بگویم، از این قبیل چیزا نیست. با یک مسئله بسیار مهم، معضل دشواری مشکل فکری و اجتماعی پرداختن است. یعنی یک بحث بسیار مهم اجتماعی تاریخی حتی میتونم بگویم هست که در جامعه ما امیال به شدت وجود داره. به این خاطر، نه به خاطر ای که کس پنجشیر را بد گفت باز ما بیایم بگویم ای آدم خراب، جنگ و جدال های روزمره مورد نظر من نیست. یک برخورد نسبتا متفاوت تر است با مسئله. دوستای عزیز خوش آمدین همگیتون، سلامت باشین، زنده باشین. مسئله
برخورد احساساتی نیست دوستان. از من کی کاری که میکنم به این موضوع پرداختن من این نیست که حالا ما بیایم بگویم شما پنجشیر بد گفتین من بدخشان بد میگم، شما پنجشیر بد گفتین من پروانه دو میزنم. این تو گپا نیست. برخوردی نسبتاً چی بگویم همی علمی گفتن هم بسیار رشخند شده. یک برخورد نسبتاً ریشه‌ای تر به مسئله میخوایم داشته باشم. یک مشکل که وجود داره در جامعه ایره کمی در موردش گپ بزنیم. خب آرزوی من ای بود که با دیدن این عنوان دوستان از این حوزه و با این تجربه های مخصوصا در 20 سال پسی بیاین و صحبت کنن، هرچند که من کسی را مشخصا دعوت نکردیم، چون واقعیتش که دسترسی و کسی که ایجا بخوایمش بیاید و او گپ بزنن ندارم. کسایی که من میشناسم و میتونن در این موارد خوب گپ بزنن اونا در فضای مجازی متاسفانه نمیاین. آدم های امی محیط ها نیستن. با او خاطر با مشکل یک چی هم گرفتار هستیم، کمبود افرادی که صلاحیت صحبت کردن در این مورد داشته باشن. به هر صورت دوستای عزیز تلاش خود میکنیم. از شما هم میخوایم که دوستا را دعوت کنین، کسایی که فکر میکنین که در این مورد صاحب نظر هستن و میتونن چیزهای بگوین، اونا را هم دعوت کنین که ما گفتارهایشان داشته باشیم. در خدمت شما دوستای عزیز هستم. هر کسی که بخواه صحبت کنه در این مورد گپ بزنه، البته فارغ از احساسات کی فلان شخص و بهمان جای، از این گپانی خود پدیده پنجشیر ستیزی یا پنجشیری ستیزی را بررسی کردنش مهم است. من کوشش میکنم امی کار کنم. توقع یعنی این نباشه که من ایجا کسی را احساساتی بد بگویم و یگان وقت که اعصاب آدم خراب میشه زیاد گپا میزنه. اما حال منظور ما بررسی و شناخت همی پدیده پنجشیری ستیزی یا پنجشیر ستیزی است که چی معنا میده و این منظور ما از گفتن این گپ چی است. دو تا گپ است. پنجشیری ستیزی چیست و دشمنان پنجشیر کیا هستند. این را باید کم مشخص بسازیم. ما دوستای عزیز حالا دیگرها چون میگن باز ما مجبور میشم که بگویم. خواهش من عزیز کسایی که میخواین گپ بزنن البته منتظر باشن. کمی گپای ما که خلا شد باز ما گویا را در خدمت دوستا میتم باز یا بیاین اینجا، چون من در صفحه زیاد نگاه نمی کنم و اگر کسی دستش بلند باشه یا تقاضای گویا کرده باشه باز من نبینم، فکر نشه که من بی اعتنایی میکنم یا بی توجهی میکنم یا این نفر قصدن منتظر میمانم. به او خاطر لطفا آقای نصرت الله شما تقاضای گویا کردین، صبر کنین منتظر باشین، اما تقاضایتان هم پس بگیرین که بر شما بی احترامی نشه و شما خدای نخواسته فکر نکنین که من توجه نکردیم به تقاضای شما. صحبت ها که تمام شد من خودم باز اعلان میکنم، میگم که بفرمایین گویا در خدمت شماست و دوستا میتونن صحبت کنن. دوستای عزیز بازم درود بر شما، خوش آمدین، صفا آوردین. کسایی که تازه پیوستن برنامه را تا میتونین دوستا شریک بسازین، به هم رسانی کنین، بخصوص دوستایی که فکر میکنین که سخنی در این مورد میتونن داشته باشن اونا را دعوت کنین. شاید یکی از جدیترین مسائل باشه که ما در 3 سال در برنامه های خود داشتیم، یعنی
بحث بر سر یک موضوع بسیار حساس و بسیار جنجالی. پنجشیری ستیزی چی است دوستان؟ باز نگاه من نظر شخصی خودم میگم، بررسی خودم میگم. گمان میشه و گفته میشه و ادعا میکنن، یعنی من خودم نمیخوای میگه و بزنم خودنمایی نشود، شاید اولین کسی که واژه پنجشیری ستیزی را ساخته و به کار برده من بوده باشم دیگه. همتون میگن که نمی نفری واژه و چیز ابداع کرد و خلق کرد و هر کسی که پنجشیر را بد میگفت با زیر همی نام و عنوان او را تاپه میزد و میگفت پنجشیری ستیز. کسای اون در ویدیوشان آمد دمی اسپیس ادعا کردن که آدمی نمی کار کرده، ما را از وقت جلو ما را میگرفت و می تاپه را ساخته بود، هر کسی که کوچکترین اعتراض میکرد او را پنجشیری ستیز میگفت. اما به هر صورت اگر این گپ ما کشیده باشم یا نکشیده باشم، اما یکی از کسایی هستم که بسیاری واژه را به کار بردیم. حالیام در گوگل که من زدم پنجشیری ستیزی و پنجشیر ستیزی و به هر طریق غیر از من دیگه کدام چیزهای زیاده نیافتم که نوشته باشه، بحث باشه. یگان ویدیوهای چی بوده، اما فقط من چیز نیافتم جز بعض یادداشت‌های بسیار کوتاه خودم. در گوگل که بزنین پنجشیری ستیزی، باز در جای همه تو مانده که در باز در زیرش که من میبینم نام خودم نوشته است. یاد خودم حتی نیست که من این چیزها رو نوشته باشم، اما یکی از مسائلی که مرا به خود متوجه ساخته همین مسئله پنجشیری ستیز از بسیار سالهای دور. به این خاطر من در جای هستم که در این مورد کمی صحبت کنم. یعنی یکی از مشغله های ذهنی من همین موضوع بوده، درباره از این زیاد فکر کرده و حتی جایی که بود نوشته مام زیادترین شاید نوشته را در مورد پنجشیری ستیزی من کرده باشم. اما به هر صورت پنجشیری ستیزی دوستای عزیز یک پدیده نسبتا نو است. به معنای کامل کلمه در گذشته ها اما رگه های پنجشیری ستیزی را در ادبیات، در گفتارها، در برخوردها، در پروپاگاندا و روایت سازی ها شاهدش بودیم از گذشته های دورتر، حتی در زمان ظاهرشاه و داوود و دیگهش ما شاهد پدیده پنجشیر ستیزی در شکل و در محتوای بسیار ظریفانه و خفیفش بودیم که یک نوع از پنجشیری ستیزی وجود داشته که باز سر از اون مگب نمیزنم مراحل تکامل نگرش پنجشیری ستیزی. اما در زمانهای دورتر هم پنجشیری ستیزی به شکل‌های بسیار ظریفانه و پوشیده و گاهی آشکار تبارز داشته. بازی را میگم که در چی نمایان میشه پنجشیری ستیزی. ما در کجاها میتونیم رگه ها و ریشه های پنجشیری ستیزی را پیدا کنیم. اما حال به می مختصر اکتفا میکنم که پنجشیری ستیزی رگه های ازی به زمانه های دورتر دوران حداقل پیش از او هم هست. حمله ها و پنجشیر، سرکوب های پنجشیر، جنگ هایی که با پنجشیر شده، اما به هر صورت او حالت عمومیان داشته که خاص پنجشیر نبوده. اما رگه های یک پروپاگاندا، شایعه سازی، روایت آفرینی بر ضد پنجشیر و پنجشیری در گذشته ها بوده، در زمان ظاهرشاه بوده، در زمان داوود بوده و ای آمده. اما
پنجشیر ستیزی به صورت یک نگرش بسیار روشن اذیت کننده با هدفهای خاص سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در 50 سال پسین کم درشتر شده و دیده ها خود از زده و یکی از پوشش ها، یکی از جایگاه ها، یکی از مواضع مهم سیاسی، فکری و فرهنگی بوده در جامعه ما و شما، مخصوصا و بویژه در جریان جهاد و مقاومت این کلانتر میشه و در جنگ های داخلی که در بعد از پیروزی مجاهدین در افغانستان جعلی با وجود میاد، در او فضا و جنگ ها و بزن و بگیرها یکی از پدیده هایی که رشد سرطانی میکنه و بسیار کلان میشه و بسیار امجاگیر میشه در واقع و به چشم آدم میزنه، خدا و گوش آدم میزنه، پنجشیری ستیزی است. در جنگ های داخلی دیگه شاهدش هستیم که پنجشیری کوبی و پنجشیری ستیزی رواج شد، بیخی به مود روز تبدیل شد آهسته آهسته. و بعد از این دوران که در دوران آمدن طالبا هست و دوباره باز طالبا از بین میرن و 20 سال اخیری که جمهوریت قلابی روی کار میشه، این دوره دیگه یک دوره بسیار مهم است رشد پنجشیری ستیزی در جامعه ماست و بالاخره میرسه به امروز و اکنون. بعد از سقوط جمهوریت یا بعد از نصب شدن طالبا به قدرت یا بعد از سپرده شدن حکومت قدرت به طالبا، پنجشیری ستیزی به اوجترین خود رسیده که همه امروز و این لحظه ای که ما و شما درش قرار داریم شاهد اوج سرسام‌آور وحشتناک پدیده پنجشیری ستیزی هستیم. پنجشیری ستیزی دوستای عزیز یک واژه صرف نیست، یک تفکر است، یک حتی میتونم بگویم که یک دیدگاه جامعه شناس، یک دیدگاه انسان شناختی، جامعه شناختی، یک دیدگاه تاریخی در رابطه مناسبات مردم در افغانستان جعلی است. پنجشیری ستیزی به صورت بسیار خلاصه اگر ما بگویم عبارت از تفکر و روش‌هایی است که می‌خواهد جایگاه مرکزی و نقش برازنده پنجشیر و پنجشیری‌ها را در فرایند مبارزات سیاسی اجتماعی کشور ما و ساختارهای رهبری کننده و آینده‌ساز آن تخریب، تضعیف و نابود کنند. یک تفکر است، یک دیدگاه است، یک موضع بسیار محکم و روشن سیاسی اجتماعی است که با روش‌های گوناگون، با ابزارهای مختلف به پیش برده میشه که هدف اصلی و اساسی از او به حاشیه کشیدن از جایگاه رهبری و مرکزیت بودن و نقش آفرین بودن پنجشیر به هر نوع و به هر شکل و به هر طریقی که میشه کاسته شود و پنجشیر به عنوان یک پایگاه و یک مرکز و یک محور دیگر در ساخت و ساز سیاسی، نظامی، اقتصادی دیگه کشور مطرح
نباشد. این یک دیدگاه بسیار، یعنی در فرایند زمان این به یک دیدگاه و یک نگرش بسیار تقریبا شکل گرفته تبدیل شده. فرق میکنه با برخوردهای احساساتی پراکنده‌ای که در اینجا و آنجا نسبت به بعض مناطق و بعض از اشخاص وجود داره. پنجشیر ستیزی شامل تحلیل میشه، یعنی پنجشیر ستیزی تحلیل های را از خود داره، به نظریه های تکیه میکنه و که چی بگوییم در جریان از او پنجشیر و پنجشیری ها را به مسابقه عوامل اصلی همه شکست ها، بدبختی ها، عقب ماندگی ها، فرصت سوزی ها که در جامعه پیش آمده در همین 50 سال اخیر، مخصوصا در 30-40 سال اخیر در حوزه جهاد و مقاومت و در کل کشور مسئول ازی و ملامت ازی پنجشیری ها کشیده میشه. و این ساده نیست، هر تحلیل هاست، نوشته هاست، گفتار هاست بسیار زیاد، یعنی ساده نیست. مجموعه پنجشیر ستیزی یعنی یک تفکر مشخص با مجموعه از تحلیل ها و نگرش های که سیاسی هستند و اجتماعی هستند و یعنی تبارانه و قومگرایانه و محلگرایانه و هزار گپ دیگه دهی هست. پنجشیر ستیزی دوستای عزیز و گرامی طرح هست، یک طرح هست بر محدودسازی، کاهش و حتی نابودی حضور پنجشیر و پنجشیری در رهبری امور سیاسی نظامی و دیگه امور راهبردی مردم حوزه مقاومت و کشور ما در کل. بسیاری چیزا دقیق از دوستا توجه کنید. پنجشیر ستیزی یک مسلک است، یک راه است، یک فکر است، یک روش است که شامل تئوری ها، تحلیل ها، بحث ها، گفتار ها و سیاست های خاص میشه، پالیسی های خاص میشه. یعنی یک چیز ساده و روزمره و عادی نیست. باز این پنجشیر ستیزی به عنوان یک تفکر، به عنوان یک روش برای هدف‌های داره که گفتم که هدف مرکزی و اساسیش به حاشیه راندن پنجشیر و پنجشیری و از نقش آفرینی، از رهبری، از تعیین کنندگی مسائل کشور و منطقه. باز برای رسیدن به چنین یک هدف پنجشیر ستیزی یا پنجشیر ستیزهایی که مشخصاً چنین تفکر و اندیشه و استراتژی را دارند در حد بازی ها تخریب میکنن دوستای عزیز. برازی که پنجشیر را دیگه از دیده ها بندازن و به هدف خود برسن، شیوه های مختلف به کار میگیرن، از توطئه، از دسیسه، از تبلیغات، از پروپاگاند، از شایعه پراگنی، از آفریدن روایت های جعلی و کاذب، قصه سازی، داستان پردازی در بین مردم، همه تو گپار آیسته آیسته انداختن. چیزی که پنجشیری را یعنی غیر انسانسازی پنجشیری ها، بدنامسازی پنجشیری ها و شکل های مختلف مخل نمایی پنجشیری ها. پنجشیری یک لکه در جامعه بودن، مسبب همه بدبختی ها و جنجالا در جامعه بودن، یا را به شکل ها و به شیوه ها و با بکارگیری ابزارهای مختلف به پیش میبرند. در اینمی مدت سالیان دراز که کم از کم 40 سال میشه این کار کردن و بعد از این پیش از وام به شکل های خفیف ظریف دیگه وجود داشت.
اما من سر حالت تجسم یافته و بسیار برجسته و روشن و محسوسش گپ میزن. و پنشیری ستیزی که در حالتهای دیگهش توهین، مسخره سازی، فکایی گویی، گپای دیگه که آرام آرام به شکلهای مختلف در جامعه هم رواج میدن، مندازن، عادت میسازن، عادی میسازن، که در کانون اصلی از او هدف کوبیدن پنشیر و یک ذهنیت منفی را بر علیه پنشیر ایجاد کردن است. باز به نمادهای بی‌اعتبار ساختن پنشیری دوستای عزیز. و در این را بازی ها چی میکنن؟ مسخره میسازن، تخریب میکنن، آیسته آیسته چیزایی میگن و مخصوصا و به ویژه بی‌اعتبار کردن نمادهای اصلی آزادی خواهی و محوریت و جذابیت و کششی که در پنشیر و پنشیری است، اینا را به اعتبار ساختن، کوبیدن، تخریب کردن. از طریقه های مختلف به شخصیت ها تاختن و این را به حساب اشتباهات افراد گرفتن و این را به کل جامعه تعمیم دادن. وقتی که مخصوصا امروز ما میبینیم و شاهدش هستیم که پنشیری ستیزی از شکل‌های خفیف و ظریف و پوشیدش که برجسته میشن به شکل‌های ادبیات و تحلیل و برخوردهای به اصطلاح دیگه منطقی و ایگپا وارد در افراطیت بسیار بالایش باز وارد میبینیم که پنشیری ستیزی به شکل افراطیش در فوران عقده ها، نفرت، زرپراگنی، فحش و ناسزا نمایان میشه. فحش و ناسزا بر علیه پنشیری و پنشیری ها که یک جنون و شدت بیمارگونه ما میبینیم و برآمفته و شاهدش هستیم. در پنشیری ستیزی ما باز میبینیم در یک شکل دیگهش که اینمی نامهای کلان، آن چیزی که بزرگترین دستاورد بشری عطا میدانه و به پنشیر تعلق داره، آرام آرام کوبیدن ازی زیر نام انتقاد، زیر نام چی و چی، کل این کاری را که پنشیری ستیزا میکنن به هدفهای خاص هست که از اون جمله گفتم که چی گپا را در بر میگیره. بیشتر بازی را آیسته آیسته سرش گپ میزنیم و تبصره میکنیم دوستا. در رابطه با پنشیری ستیزی همه چی میکنیم؟ پسانتر باز بعد دوباره میاییم تکرار چیزایی را میگیم که پنشیری ستیزی یکم روشن‌تر شود. اما در می قسمت اول من خواستم یک تعریف از پنشیری ستیزی بدم که یعنی به عنوان یک تفکر، یک دیدگاه، یک تیوری، یک موضوع سیاسی اجتماعی از طرف کسان ایره بیان کنم. یعنی یک چیز ساده نیست، یک چیز بسیار پیش و پا افتاده نیست، یک قسمی که نشان میده یک موضوع چند تا فرد احساساتی و فلان و بهمان نیست. ایره ما نمیتونیم با این گپا بپوشانیم. یک تفکر بسیار، حتی من میتونم بگویم دوستای عزیز که بسیار یکی از اندیشه ها، تفکرها، مکتب های که در کارزارهای سیاسی روزمره خراسان ما کار گرفته میشه پنشیری ستیزی است. به هیچ منطقه، هیچ مردمی به چنین روی کرده کس برخورد نکرده که افکار و احساسات و دیدگاه ها مدون شود، تقریبا تیوریزه شود، به یک نگاه بسیار مشخص سیاسی اجتماعی تبدیل شود.
به او خاطر ما به این موضوع باید با جدیت بیشتر برخورد کنیم. نه ایره شامل که یک چند نفر احساساتی یک گپ میزنن، استخبارات منطقه میپرته فلان میشه، از این گپا بگوییم و بگذاریم. این فراتر از این چیزا هست. پنجشیر ستیزی یک دیدگاه، یک تفکر، یک طرح راهبردی استراتژیک یک بخش از مردمانی است که در کار سیاست و مهندسی اجتماعی درگیر هستند و سر و کار دارند. این نه تنها از جانب یک قوم، یک حزب، یک بخش، بلکه از زاویه‌های گوناگون و از جانب نیروهای مختلف روی کار است، در دست گرفته شده و به کار برده میشه. دیدگاه کلان مهم تاثیرگذار اجتماعی، سیاسی و تاریخ روایت کننده. پنجشیر ستیزی همین تعریفش که گفتم بس از فعلا که منظور و مقصد و هسته مرکزی این نگرش و این فلسفه و هر نامی که میتونه سرش میتونن بانه و این که وقتی ای بالاتر بره و قوی تر شوه و همه جاگیر شوه، به این حتی به سطح یک ایدئولوژی اجتماعی میتونه تکامل کنه. اما در سطح تفکر، اندیشه و راهکارهای در جامعه وجود داره که شامل روش‌های خاص خودم هست و هدف اصلی از این بیجاسازی مردم پنجشیر و خود پنجشیر از محوریت سیاسی، نظامی، اجتماعی در افغانستان جعلی است. گپای دیگر هم گفتم و حال دشمنای باز سر از این گپ باز دوباره میاییم دوستان که پنجشیر ستیزی را یاد میکنیم با کلمات، با جمله ها، با چیزهای. با شما هم دیدگاهتان دمی مسیر میتونین فرموله کنین و ایجا به دوستا شریک بسازین. دشمنان پنجشیر کیا هستند دوستان؟ او بود تفکر پنجشیری ستیزی یا پنجشیر ستیزی. دشمنانش کی هستند؟ ما میتونیم این گپ درباره هر جای بزنیم دوستای عزیز. پنجشیر یک جای جدا بافته از دیگر جایان نیست. باز در بحث تاجیکی که میایم، کل تاجیکا بسیار گپا شامل حال مجموعه تاجیکا میشن. اما متاسفانه در افغانستان جعلی بنا به دلایل زیاد تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دیگر پنجشیر یک جایگاه خاص یافته، بخوایی نخوایی، خارج از اراده و خارج از ذهن ما خودش به عنوان یک پدیده تقریبا مستقل در ذهنیت ها شکل گرفته یا حضورش گونه بوده در تاریخ معاصر در 50 سال پسین که محور بوده، مرکز بوده، پایگاه بوده، مورد توجه خاص و عام بوده، چی در داخل چی در خارج. به طبع این حالت و موقف و موقعیت پنجشیر و پنجشیری واکنش های هم در برابرش بوده که همیجا معترضه. من باید بعدا میگم که واکنش در برابر پنجشیر تنها فقط منفی نبوده. وقتی که ما از پدیده پنجشیر ستیزی و پنجشیری ستیزی گپ میزنیم، به معنای یک پایگاه و یک روش و یک دیدگاه مشخص سیاسی اجتماعی است که از جانب دشمنان پنجشیر و پنجشیری به میان آمده و کسان دیگری که اگر دشمن هم نیستن تحت تاثیر خود قرار دارن، یعنی در جامعه رسوخ کرده، ذهنیت ها را تا حدود اشغال کرده. اما با وصف از این
که پیوسته بر علیه پنجشیر و بر ضد پنجشیری تبلیغات و پروپاگاندا و کار و بار و فعالیت جریان داشته، جایگاه واقعی پنجشیر و پنجشیری در سمفونی فکر و اندیشه جامعه انسانی خراسان جایگاه بسیار برازنده و شایسته و زیبا است. به قول ملاها علی‌الرغم تلاش دشمنان پنجشیر و پنجشیری ستیزا، پنجشیر از محبوبیت، از برگزیدگی، از زیبایی در نگاه و در خیال و در تفکر و در زبان و در دل مردم خراسان و دیگر مردم های با انصاف و با خبر منطقه و جهان قرار داره. گفتن از پنجشیری ستیزی به عنوان یک پدیده منفی بر علیه پنجشیر و پنجشیری به معنای این نیست که گویا تنها همی روحیه، همی احساس، همی تفکر در برابر پنجشیری ها وجود داره. این یک چیز اقلیت از یک چیز نیست که کل جامعه را نمایندگی کنه و ما بگوییم که اینمی وضعیت، اینمی تفکر، اینمی اندیشه در کل جامعه است. نه، جامعه، مردم، منطقه، انسان های با وجدان و با شرف و آزادی خواه، کسایی که انصاف دارن، چشم دارن، دیدن، اسیر و شکار ای تبلیغات پنجشیری ستیزی و پنجشیر ستیزی نشدن، باز اینا بسیار عشق و محبت و مهر روزافزون نسبت به پنجشیر و پنجشیری هم وجود داشته و هم وجود داره. ایره باید من قید کنم که تو فکر نشه که گویا یگانه چیزی که هست پنجشیر. ما یک پدیده زشت منحت سرطانی به نام پنجشیری ستیزی در جامعه ما وجود داشته و روز به روز رشد میکنه و حالا به اوج دیوانوار خودم رسیده که گفتم در فحشا، در دشنامها، در نفرت پراکنی، در فوران مریضی و عقدهشان نمایان است. میاییم سر که دشمناش کیست؟ دشمنای پنجشیر. دشمنان پنجشیر دوستای عزیز هم خارجی هم داخلی است. خارجی های عزیز میبینیم که ایجا مدارم باز پخش میکنم اگر وقت میسر شد که از پاکستان و آیسای و پرویز مشرف شروع که رئیس جمهور پاکستان بود و دم و دستگاه دولتی که بر ضد پنجشیر چقدر اینا کار کردن و مبارزه کردن و جنگیدن، از اوج شروع میشه. از جاهای دیگه همچنان که خارجی، دشمنان خارجی داریم، مخصوصا دم و دستگاه آیسای و مشرف و کسایی که دنبال رو از بودن، یک بخش چشمگیر حاکمیت پاکستان، نه کلش، نه کل دولت و ایگه باش، اما یک بخش بسیار مهم و تعیین کننده سیاست ها در پالوی همه برنامه ها و هدف هایی که در افغانستان جعلی داشتن پنجشیر ستیز و پنجشیری ستیز بودن و بسیاری در سرنوشت ما تأثیرات چشمگیر داشتن. دشمنان خارجی کسان دیگه هم هستن دوستان. بنا به مصلحت های آدم نمیشه همیشه نام بگیره بگویه. در منطقه کشورهای دیگه هم هستن، بخشای از حاکمیتش و مردمانی که فعالیت دارن برای هدفهای بسیار فرام کشوری و منطقه‌ای خود. باز اینا هم با پنجشیر و پنجشیری یک تضاد و مشکل و دشمنی دارن. غیر از پاکستان در جاهای دیگه هم که شما تصورش کردن نمیدونین، برنامه گذاری ها، تبلیغات، طرحهای پنجشیری ستیزانه وجود داشته و وجود داره. این بخش خارجیش. کوتاه میکنم که زیاد گپ کشال نشه، شما هم وقت پیدا کنید. در داخلی دوستان، دشمن درجه اول، آشتی ناپذیر، خطرناک، وحشتناک
خون آشام پنجشیر که کل مردم تاجیک فارسی زبان و گپا هست، اما به طور اخص و ویژه و بسیار خاص بر ضد پنجشیر و پنجشیری است. این فاشیسم پشتونی است. فاشیست های پشتون یا افغان در قامت های گوناگون، در چهره های رنگارنگ، از افغان ملتی ها گرفته سمسوری ها، سورخلقی ها، گلبدینی ها، طالب ها و یونی ها و این مردم هایی که شما کلش میشناسین، یا در مجموع یک گروه هستند. یک گروه است که فاشیسم مذهبی و قومی پشتونی افغانی با هم در آمیخته و اینا افزون به ای که بر ضد تمام مردم غیر پشتون هستند، بر ضد تمام پارسی گویان هستند، ازبک، هزاره، هر کس دیگه غیر خودشان سزاوار نابودی میدانند. اما در همین منظومه فکری از یا پنجشیر جایگاه بسیار خاص دارد به 1001 دلیلی که خودشان میگن. ببخشید یک لحظه ما میخوایم که در فکر ازیان دوستای عزیز پنجشیر بسیار یک جایگاه مرکزی داره. بازی را ما به تکیه بر اسناد، بر مدارک، بر گفتارهای از یا سخنرانی های از یا نوشته های از یا در 124 وبلاگ و وبسایت و دیگهش که دارن و در گفتگوهای خصوصی که از این آبادست آمده در بسیار چیزها دیده میشه که به افزون بر دیگه اقوام غیر پشتون و تاجیکا و طور کل پنجشیری بسیار بسیار یک جای خاص و مشخص داره که کوبیدن از دیگه برشان خاص است. من یک مثال میگم در اینجا. فاشیست های پشتون شامل گلبدین و طالب و افغان ملت و سرخلقی و سمسوری و کلش میشه. یک کتاب از دوستام همیشه میگم کی کتاب نخوانین، باز یگان نفر میگه راوی صاحب گفت پت خزانه را بخوانین. نه، پت خزانه نه، چیز همی دویم از سقوی را میگم. پت خزانه خو یک چند تا شاعر رو چیز اوجه ردیف کرده که یا 100,000 سال سابقه دارن، دروغ جلکاری بر خود تاریخ جور کردن. اما دویم از سقوی را میگم. کتاب دویم ثقفی دوستای عزیز کتاب مقدس فاشیسم پشتونی است. کتابی که یگانه و اولین کتاب و اولین و آخرین کتابی که تا امروز در بین پشتونها بزرگترین استقبال شده و به 10 بار هم به طور رسمی و عمومی کلان نشر و چاپ شده، هم به طور خصوصی در 10 قانون 10 کشور خارجی و هم بار بار تجدید چاپ شده و به صورت رایگان به صدها هزار کپی از این پخش شده. یگانه و اولین اثر از در تاریخ ادبیات پشتو که به چنین استقبال روبرو میشه. یعنی میتونم بگویم که بایبل فاشیسم پشتونی است، کتاب مقدسش است و مخصوصا زیاد پشتونایی را پسند کردن و خواندن و بهش علاقه بسیار زیاد دارن. کتاب دویم ثقفی اثر سمسور افغان که او یک کار گروهی است، او یک نوشته است، بخوانید که کتاب دویم ثقفی کتاب مقدس فاشیست های افغان دویم ثقفی
در گوگل بزنین اونجا هست، بخوانین بسته. و من خودم یک چی دارم، یک گفتار دارم در یوتیوب هست درباره این موضوع. زیاد نمیپیچم سرش، بسته ما چندین ساعت در این مورد صحبت کردیم. در کتاب دویم ثقفی که کتاب مقدس فاشیسم پشتونی است و تمام فاشیستای پشتون عاشق از این کتاب هستند، اینمی کتاب برنامه عملی طالب و جالب و گلبدینی و اشرف غنی و کرزی کلش هست. شما این کتاب که نخوانین نمیفهمین در افغانستان چی گذشته. از خیالتان میایین، از شکمتان گپ میزنین. چیزی که در افغانستان عملی میشه اساساً امو ترن، امو ریل میگن، ترن میگن، چی میگن، اینی که در سرش روان است، خطش اینی کتاب دویم ثقفی است. او سرکش که موترای فاشیسم پشتونی درش حرکت داره، کتاب دویم ثقفی است. این را باید شما کلتان بخوانید. و امو تیوری بسیار اساسی پنجشیر ستیزی هم کتاب دویم ثقفی است. تاجیک ستیزی مرکزی کتاب دویم ثقفی است. در کتاب دویم ثقفی که بسیار گپاست، موضوع میگذرم، در پایانی که تحلیل کرده که اوضاع افغانستان چی رقم است و چطور در تاریخ چی بوده و این پشتونا این مملکت جور کردن و ساختن و بالاخره بابای ما این میرویس نیکه بود و فلان بود، این از دوران اوتکیا و محمود و دیگه که ایران گرفتن شروع میکنه، میایه باز میگه اینی آمد شاه بابای عبدالی آمد و افغانستان جور کردیم، ملک پشتوناست، سازندش پشتوناستن، ای وطن از پشتوناست، باید این همی حاکم باشن، کل گپ در دستشان باشه. ایت گپا اما این آمدن، ظلم شد، ثقفی آمد، حبیبالله کلکانی را ثقف اول میگن، ای آمد بعد از ثقفی دوم آمد، احمد شاه مسعود و استاد برهان الدین ربانی آمد، ای ثقفی دوم، حال ثقفی سومش ما میایم، ما باید جلوش بگیریم. این یک تحلیل بسیار قوی از دوستا. اگر من پشتون باشم این کتاب پوش میکنم، در کرتی تاویز واره کتی خود میگردان. تو یک کتاب است که پشتونا را اینطور دیوانه ساخته که به اصطلاح که این تو گپ باید باشه، بدون تعارف کل گپ زده. در اینجا در آخر کتاب که میگه چطور جلوگیری کنیم دیگه از اغتشاش، از درهمی برهمی، از بر تامین قدرت و استمرار قدرت پشتونها، ما چیکارها کنیم که ثقفی سوم نبیاید، جلوگیری شد. 13 ماده را، 13 فقره را، 13 پیشنهاد میکنه که میگه اینی کارها را باید انجام بدیم که جامعه دیگه تضمین شوه، استمرار قدرت ما تضمین شوه، ما دیگه از جای خود شور نخوریم، کار ما جور باشه. دوباره یک بچه ثقف، یک احمد شاه مسعودی گفته خود از واره میگم، پیدا نشه که باز بیایم قدرت ما را دچار مشکل کنه، باز ما را برانه، یکی ما را در ایتالیا، یکی ما را در تورابوره، یکی ما را در یک جای دیگه. ما باید کار خود از پیش جور کنیم. با 13 مورد این برجسته می سازه. زیاد گپ های دیگه داره اما این 13 مورد برجسته می سازه. اینمی مانیفست پشتونی است. اینمی مانیفست است که در جیب کلشان است. اینمی چیز است که عملی میشه، امروزه در همی 20 سال و در همی 40 سال هم عملی شده. از روزی که کتاب برآمده بیخی روش ها دگرگون ترین شده. در فقره اول از دوم از سوم از درباره اسلام گپ میزنه، درباره که مذهب حنفی را چطور عمومی بساز، زبان پشتو زبان کلگی شود، گپای دیگه. در فقره دهم که منظور من به نشان دادن مثال است برای دشمنای پنجشیر که بر علاوه پاکستانی های حاکمیت پاکستانی مثل مشرف و آیسای و دیگه فاشیسم پشتونی دشمن درونی و دشمن داخلیش است.
یک مثال بیارم از کتاب دویم حقوی، چونی کتابشان است، قرآنشان است. در فقره 10 از این کتاب، من این کتاب از 3 کاپی پشتوی از این را در 3 مرحله یک جای کردیم، دوستای عزیزی را به فارسی ترجمه کردیم، بسیار سر از این کار کردیم، بسیار وقت خود ضایع کردیم. اولین نفری که این کتاب خلاصه ساخت و زود فلفور ترجمهش کرد و به دسترس کل مردم قرار داد، در اون سال که کتاب نشر شده بود ما بودم و نوشتهایش موجود است در نشریه یک برق در کجا ثبت است، گپ دروغ نیست. 10 شماره چی میگه دوستان؟ اینی را میگن پنجشیری ستیزی، اینی را میگن دشمن پنجشیر، فاشیسم پشتونی که شامل کل گروه های افراطی پشتون میشه، از افغان ملتی گرفته تا گلبدینی، تا طالب، تا سورخلقی، تا تمام کسایی که هست که من میگم سمسوری، سورخلقی، طالبی، مثلا گلبدینی، کلش شاملش میشه. اینی فقره است که کلش بهش ایمان داره و میخواین عملی کنن و اینیا دشمن داخلی پنجشیر هستن. شماره 10 در کتاب دویم از حقوی، چون مردم پنجشیر، خوب گوش کنین، این را ما چندین بار دگام خواندیم، چون مردم پنجشیر آله دست بیگانگان می باشند و در مقابل قوم اکثریت یعنی خود پشتونا و دیگر اقوام، این چیزشان رو ببینید که مردم پنجشیر آله دست بیگانگان هستن. این خب بیخی دیگه ثابت است، ایده شک نیست، چون در کتاب خودم سری موضوع زیاد گفته. چون مردم پنجشیر آله دست بیگانگان می باشند و در مقابل قوم، اینی روایت سازیست دوستا. پنجشیر ستیزی در تفکر، در اندیشه، در تیوری اینی رقم خدا متبارز می سازد. چون مردمی تیوریش است، این طرحش است. چون مردم پنجشیر آله دست بیگانگان می باشند و در مقابل قوم اکثریت و دیگر اقوام احساس دشمنی دارند. چیز ثابت بیخی دیگه در این شک و شبه نیست. هم آله دست بیگانه هستند، هم در مقابل پشتونا قوم اکثریت به اصطلاح ازی هستند، هم در مقابل دیگه قوم و احساس دشمنی دارند. اینی تیوری پنجشیری ستیزی است، اینی دیدگاه است، اینی تحلیل است، اینی طرح و تفکر است که پنجشیری ستیزی برای با بنا گذاشته شده و همیشه امکان دارد که مردم پنجشیر به تحریک دشمنان خارجی بر علیه حکومت مرکزی قیام کنند و از موقعیت حساس سوق الجیشی یعنی استراتژیک از جغرافیای که دارن، کوه هاست، در هست، زور کس نمیرسه، اوجه را اشغال کردنش مشکل است، در هر جای میتونن بگریزن، یک جایست برای جنگ دیگه بیخی خدا ساختهش. از موقعیت حساس سوق الجیشی پنجشیر برای دیگر مردم کشور، خوب ادبیات ببینین دوستان، مشکلات و دردسر خلق نماید. ما این از خاطر انتخاب کردیم که در لب و لباب و سرجم تمام تیوری پنجشیری ستیزی نمیشه، دردسر مشکلات خلق می نمایند. لذا از این خاطر اینی چیزش بنیاد تفکریش ما چی کنیم؟ لذا برای جلوگیری از هر گونه پیش آمد ناگوار در آینده، یعنی که حقوی سوم نمانیم که بیاید، لازم است که خوب گوش کنین دوستان، خوب لازم است که دره پنجشیر را از مردم فعلیش خالی سازیم و پنجشیری ها را در منطقه های مشرقی، جنوبی و جنوب غربی کوچ بدهیم و آنها را از هم جدا جدا کرده در مناطق پشتونها پراکنده سازیم.
و دیگر برایشان حق بازگشت به پنجشیر را ندهیم تا آنها به مرور زمان در میان پشتونها حل شوند و هویت ملی ما را کسب نمایند. یعنی پشتو زبان شوند، پشتون شوند. ایره نه پت میکنن، نه پرده میکنن، نه با کس تعارف دارن. اینی از دشمن پنجشیر و مردم پنجشیر، فاشیسم پشتونی، فاشیست های افغان که در قامت و چهره و تشکیلات افغان ملتی ها، سرخلقی ها، سمسوری ها، گلبودینی ها، طالب ها و غیره و غیرش خود شکل میده و وجود دارد. دشمنان داخلی مردم پنجشیر و پنجشیری اینی هستند، چون مردم پنجشیر آله دست بیگانگان می باشند و در مقابل قوم اکثریت و دیگر اقوام احساس دشمنی دارند و همیشه امکان دارد که مردم پنجشیر به تحریک دشمنان خارجی ما بر علیه حکومت مرکزی قیام کنند و از موقعیت حساس سوق الجیشی پنجشیر برای دیگر مردم کشور مشکلات و درد سر خلق نمایند. لذا برای جلوگیری از هر گونه پیش آمد ناگوار در آینده لازم است که دره پنجشیر را از مردم فعلیش خالی سازیم و پنجشیری ها را در منطقه های مشرقی، جنوبی و جنوب غربی کوچ بدهیم و آنها را از هم جدا کرده در مناطق پشتونی پراکنده سازیم و دیگر برایشان حق بازگشت به پنجشیر را ندهیم تا آنها به مرور زمان در میان پشتونها حل شوند و هویت ملی ما را کسب نمایند. اینی هم تیوری پنجشیر ستیزی است، تفکر پنجشیر ستیزی است، هم راهکار و راهنمود و نقشه بر نابودی پنجشیر و پنجشیری است. این بسیار همت روشن و لب و لباب گپ است دوستا. در این کتاب با این میال کتاب ها را در میدن، دیگه گپ ها کلش در اینمی کتاب است. ای که 700 فامیل تاجیک از یک جای انتقال میدن، میکشند در بادغیس، در فاریاب، کجا کلی چیزها را که بچشم میبینین، اینی کتاب منبع اصلیش است و شامل دیگه چیزام میشه. در تفکر راهبردی فاشیسم پشتونی، پنجشیری ستیزی یک موقف هسته‌ای و مرکزی داره. یعنی درباره هیچ کس دیگه این رقم گپ نمیزنن، نگنی کل مملکت و تاجیکا از دیگه هست، از آراسی هست. در مرزها هم این گپ میزنن که میگه در مرزهای شمال و غرب که مردم غیر پشتون هستن، خوش زیاد تاجیک هست. اینی مردم باید کوچ بتیم از اون مناطق، پشتونا را جا بجای کنیم. اما پنجشیر به طور خاص هدف قرار میده و اینو تو یک شماره، یک فقره بسیار خاصه برای پنجشیر در اوجا جدا میکنه که مردمش بکشیم، مردمش بکشیم، تاراجش کنیم، از منطقه کوچ بدیم. کاری که همیال طالبا در حال انجامش هست. ای که موفق نمیشن و کور خواندن و شکست میخورن، اون مسئله دیگه است. دشمن دیگه تاجیکا دوستا احزاب که به اصطلاح جهادی نام ماندن، مثل گلبدین و چند تا دیگه. این یا در طول اینمی جریان جهاد و ایگپا که بود، به حد که اینا پنجشیری ستیزی کردن و ضد پنجشیری تبلیغات کردن و تیوری دادن و روایت ساختن، بر ضد روس و بر ضد دیگه کسا نکردن. یعنی در مرکز نگاه گلبدین حزب از او و کسای مثل از او، بیشتر از این که هیچ دشمن دیگه باشه، پنجشیری است. پنجشیر و پنجشیری. این یام چند گروه هستن خب که اینا در جریان جهاد هم دوستا و همه روزان بدون وقفه
بر علیه پنجشیر و پنجشیری تبلیغات داشتن، فعالیت ها داشتن، دسیسه ها داشتن، کارهایی را انجام دادن. دشمن دیگه پنجشیر و پنجشیری خب این شامل کل تاجیک ها میشه. دوستا حال گپ من سر پنجشیری است، مخصوصا محلگرای های تاجیک از دوستای عزیز. متاسفانه یک تعداد مردمانی که تقریبا اینمی تیوری را درباره خودشان تاجیک میگن، خدا و تاجیک هم هستن بدبختانه، اما اینمی طرح فاشیسم پشتونی را به اشکال گوناگون دیگه با تغییرات و ویرایش های بسیار کم از خود ساختن. پایگاه تیوری که پنجشیری ستیزی به اینمی گونه دارن که در تفکر یا اونجا پیشتر یاد کردم که پنجشیر یک مخلص، پنجشیر یک مزاحم است، پنجشیر منبع و عامل و علت تمام بدبختی های مردم تاجیک است از دیدگاه ازیا و به این حق مردم خورده. تبلیغاتشان سرسام‌آور و دیوانوار است، گرچه شمارشان اندک شمار است، اما ایام دشمنای سرسخت مردم پنجشیر و پنجشیری هستند، در این شک وجود نداره. هرچند که خدا بپوشانن، هرچند که حرفایی بزنن، بیشتر من خودم اول باری که به این موضوع واکنش نشان دادیم در برابر اینمی تاجیکای مریض محلگرای پنجشیر ستیز است که اینا خطرناکتر هستن از دیگر دشمنان پنجشیر، چون تاجیک هستن، چون هم محل دمو سمت هستن، چون بسیار مشکل است که آدم باور کنه که یا نیت خراب دارن، پنجشیر ستیز هستن، دشمن خود تاجیک پنجشیری خود هستن، اما واقعیت است که هستن و خیلی هم بیبندوبار، خیلی هم لگام گسیخته، خیلی هم خطرناک با ملت تاجیک. باز اینا پنجشیری ستیزیشان در واقع تباه ساختن مردم تاجیک است. دشمن آشتی ناپذیر فاشیستا طالبایا که میکنن واخ آگاهانه پنجشیر هدف قرار میدن که تاجیک تباه کنن، حتی تمام اقوام غیر پشتون تباه کنن. پنجشیر چرا جایگاه مرکزی در تفکر فاشیسم پشتونی داره که پنجشیر خب بسیار گپا داره، خود از وا دیگه در کتابشان بخوانید. دشمن دیگه پنجشیر، دشمن من میگم دوستا، نمیگم که گله دارن انتقاد دارن، یک دی در بین خود تاجیکا خطرناکترین، بیباکترین، وحشتناکترین پنجشیری ستیزا هستن. از نام پنجشیر و پنجشیری واقعا نفرت دارن، به حد عقده و چرک و فساد از اینا بر ضد پنجشیر و پنجشیری میباره که فاشیسم پشتونی فراموش آدم میشه. حتی گاهی بیشتر در طبع حقارت و تعصب و ضدیت و نفرت میسوزن که تباهی مطلق پنجشیر آرزو میکنن. من خودم به گوش خود از زبانشان شنیدم، در نوشته هایشان تبارز میکنه، در گفتارهایشان تبارز میکنه. گاهی نفرتی که در گفتار و در بیان ازیا بر علیه پنجشیر و پنجشیری دیده میشه، حتی با وصفی که فاشیستای پشتون چنین چیزهایی را به لحاظ تیوریک مطرح میکنن، اما در گفتن کم خودداری دارن. بیباکی از یاد کارشان نیست دوستا، این را از ما بشنوید. خودتان شاید هستین، بسیار گپاس از یم میگذرم دیگه. دشمنه مردم پنجشیر، مردم پنجشیر دوستا دشمنان خود تاجیکا به طور کل. در اینجا دیگه باز تاجیکا عموما میآین که پنجشیر و اندراب و خوست و فرنگ و گپا امروز هدف کلی دشمنای رنگارنگ هستند که او مرکز مقاومت فعلی است. اما رویکرد عمومی پنجشیری ستیزی را ما سرش گپ میزنیم، تیوری و فلسفه و نگاه و مکتب پنجشیری ستیزی را سرش گپ میزنیم
که کسان دیگر در اقوام دیگر هم هستند دوستای عزیز. ایرا بسیار یعنی ملاحظه کاری و مصلحت ها ایجاب نمیکنه که آدم زیاد چیز بگویه، اما در روایت راهبردی و در تفکر قومی بعض اقوام دیگه هم تاجیکا به طور کل به عنوان یک مانی، به عنوان یک رقیب، به عنوان یک مشکل مطرح میشه، اما پنجشیری ها به عنوان یک پدیدی که باید نابود شود مطرح میشه و در نظر گرفته میشه. یعنی نوشته های از یا خانیم که پنجشیر شاخ تاجیک است، پنجشیر شمشیر تاجیک است، پنجشیر سلاح تاجیک است، پنجشیر چی بگویم همون جنگی تاجیک است. این تو گپا میزنن پنجشیر را بزن گلم دگاهش جمع میشه. باز به می خاطر با پنجشیری و یک چیز، یک جای خاص با پنجشیر و پنجشیری در نگرش و در طرح‌ها و در سیاست‌های خود قائل هستند، اما بسیار ماهرانه با ظرافت با این گپا پیش میرن و ای هم هستی دشمنی دارن، واقعا دشمنی دارن با پنجشیر و پنجشیری. خردریزه چیزهای دیگه هم از اون میگذرم. در این 3 کاتگوری کلان و مهم خواستم دشمنا رو یک کم تعریف کنم، نشان بدم همه تو عمومی آدم و به طور عموم باز میشه که بسیار اشخاص نفرها را در بر بگیره به غرضهای شخصی، به غرضهای سیاسی روزمره، دشمنی های موقتی و لحظه‌ای، چرخش ها در حالت و در موقف و در واکنش در برابر پنجشیر و پنجشیری. این گپام شاملش است که قدر مهم نیست. آدم های اپورچونیست، آدم های منفعت جو اونشو هر روز میبینین ویدیوها میبرای، صداها میبرای که یک روز تعریف پنجشیری را میکنن، سبا میرن دو دشنام میزنن. این گپا هم هست، اما گپای اصلی اونمو چیزهایی است که من تا بال یاد کردم. دوستای عزیز، کسایی که نو آمدن خوش آمدین، صفا آوردین، تشکر از این که هستین. یک لحظه خدمت شما ایران گوش کنین دوستان. If you land in Kabul, you see a life-size portrait of Ahmad Shah Massoud. Ahmad Shah Massoud is a Panjshiri. He is a Tajik. Total percentage of Tajiks is 5%. Panjshiris may be about 2%. I don't even know that. Huh? Now, this, and if you go to the roundabouts, again Ahmad Shah Massoud. You go to the offices, again Ahmad Shah Massoud. Now, how do they, and Ahmad Shah Massoud has been the enemy of Pakhtuns. How do the Pakhtun, the 50-60% of the people, and in their Ministry of Defense, in their Foreign Office, in their Ministry of Interior and Intelligence, 80% people are Panjshiris. How are the Pakhtun, the 50% population of Afghanistan, feeling about it? جنرال به اصطلاح مشرف از که رئیس جمهور وقت پاکستان بود دوستا، کل گپ در دستش. ببینید که چی یک نگاهی نسبت به پنجشیر و پنجشیری داره. باز در ادامه صحبت خود میگه که ما باید یک کار کنیم، ما باید این موضوع را جدی بگیریم، ما باید این پنجشیری ها را باز میگن یا دوست هندوستان است و برای ما خطرناک هستند یا را باید چارهشان کنیم. واضح میگه. بازی را خودتان پیدا کنین. جنرال مشرف درباره پنجشیری ها گوش کنین و بشنوید. پنجشیری ستیزی وقتی که من میگم دوستا، گپ نیست که حالا من میگم یا یک کس دیگه میگه. به ایران گوش کنین یک کم لطفا، که نگوین بی سند گپ میزن آمده شکم خود. واقعیت است یک نوع پنجشیری ستیزی جریان داره و حاکم است و در رأس پنجشیری ستیزی احمد شاه مسعود را متاسفانه مورد هجمه قرار میدن. این
به این سرخورده کسی نباشه که پنجشیری ممکن است نقطه ضعفی داشته باشه. دوستان و خواهران برادران عزیز، من از یک زاویه دیگه میبینم پنجشیری ستیزی در واقع خفه کردن گلوی آزادی است. این مسائل برنامه ریزی شده به فضای مجازی و فضای عینی و واقعی انداخته میشه برای اینکه پنجشیری ستیزی به تبدیل نشه به یک نمادی از آزادگی و مقاومت. ایرا دوست و همراه و همخون و همرگ و همفرهنگ و همزبان ما باید بدانند که گرفتار این مسائل نشویم. پنجشیر نمادی از آزادگی و مقاومت است. پنجشیریان عزیز، ما در کنار شما باقی خواهیم ماند و امروز او جوانانی که با سر بلند و با گردن بلند در واقع در مقابل این همه حجمه و این همه زورگویی ها ایستاد شدن فراموش نخواهد شد. امروز همون صداهایی که در مذمتی از پنجشیری بلند است متاسفانه از هر گلویی و از هر دهنی فردا در تمجید پنجشیری بلند خواهد شد. این را به یاد داشته باشین. فردا فردای آزادی است، فردا فردای سربلندی است. مبادا تن بتیم به این مسائل های جزئی، مبادا در واقع تحت تأثیر این مسائل و این جو تبلیغاتی قرار بگیریم. برخی افراد متاسفانه زمان طرح برخی مسائل را ندارن، فکر میکنن که در آستانه تدوین قانون اساسی است. این دوستای عزیز سخنرانی جناب سید باقر محسنی است که درباره پدیده پنجشیری ستیزی چیزهای گفت، شما شنیدین. و حال دوستای عزیز ای را گوش کنین که پنجشیری ستیزی را بفهمین که چی است. ای را گوش کردین، گپ همین روز و همین شب است، اما باز شما را به شنیدنش دعوت میکنم. قابودن لالاک وطن به میجا رساندن. همین پدرنالتا که در چوکی شیشتن افغانستان گفته چیغ نمیدادن، افغانستان گفته خدمت نمیکردن، فقط در فکر یک خانه، به خاطر یک خانه شخصی خود تمام افغانستان قربان نکردن. کرد چی کارای اینا نکردن؟ آره بیا اینا بشینیم متوجه که باز اینا سر قدرت نیا. از یا که خواستن که طالب شرف دارن. من به چی باورم لالای عزیز من جناب کاری سب، من میگم تاریخ 300 ساله افغانستان رو بخوانید، ادمی کندار، پکتیا، خوست، گردیز، پکتیکا، جلال آباد، انمی اینا طبی 300 سال من افغانستان، چون اینا بعد هم چسبیده بده به میکنه کشورهای بیرونی. بعد از طی 20 سال آخر هم پنجشیری آمد، این دفعه دیگه لیشمال که کشوره. آل پنجشیری ها که یک ولسوالی بود، اینا دعوای حاکمیت کل افغانستان داره و خورم در رسم میشواره و کس دیگر هم اصلا قبول نداره. ما همین دفاع حمایتی که ما تو از پنجشیر کرده، همین کل مجابه مقامت در این رسانه همه که ما خودت کرده به خدا که کرده باشه. نه نگاه محافظه کاری میکنم فرایشتن عبدالسلام. دیدین دوستایی از نفر از جبهه آزادی از کجاست میگه که پنجشیری ها آمدن کل چیزا اوش میگه مردار کرد از روز که نمیاد از چوکی رسید. نینی پنجشیری ستیزی به این شکلا خود جلوگر میسازه در تیوری، در نظر، در گفتار، در مباحثه ها، در گفتگوهای شخصی، در نوشته ها، در عکس العمل های فضای مجازی و جاهای دیگه. پنجشیری ستیزی یک پدیده بسیار مشخص است با طرحهای مشخص و همون قسمی که آقای باقر محسنی گفت برنامه ریزی شده است. نکته اصلی و مسئله اصلی است که پنجشیری ستیزی یک جریان پراکنده چی نیست عادی که روزمره مردم از روی احساسات چیزا، یک تفکر، اندیشه و برنامه است که درست دقیق سنجیده شده و فرازها و موازات و جوانب مختلف داره، چی به لحاظ نظری و چی در عمل روزمره سیاسی و اجتماعی. این مثال ها را من به خاطر آوردم دوستای عزیز که من از دل خود نمیگم، منظورم بسیار روشن و مشخص باشه که یعنی اینی چیزا
پنجشیری. خو ایجا دارم نمونه های دو و دشنام و ناسزاگویی های بسیار حیرت انگیز که چی نفرت، چی بیزاری، چی بیماری در رابطه با مردم پنجشیر وجود داره و فوران میکنه و او بسیار همه جا به چشم میخوره. یک وحشتناک یک پدیده است پنجشیری ستیزی که مردمان مریض، مردمان بی بندوبار، مردمان بیباک، مردمان که تحصیل یافته و لومپن، رنگ و رنگ آدم ها را در خود داره، از دستگاه های استخبارات خارجی گرفته تا مردم های فریب خورده، حتی خود تاجیک که محلگرا هستند، مریض هستند، منافع شخصی خود بالاتر از همه چیز میدانند، یا در اینمی گردونه و در اینمی سامانه پنجشیری ستیزی کل شامل است. من نوشته های دوستا و عزیزای تاجیک خودم دارم، همه شرمم خودم که پخش کنم کیا چی میگن درباره پنجشیر و پنجشیری. واقعا شرم‌آور است، واقعا به حیرت آدم اندر میشه. اما این چیز چی نیست، گله و گذاری نیست دوستان. نصیحت پدر اینمی تفکر کلان پنجشیری ستیزی را که فاشیسم پشتونی داره یا به نوع دیگهش داره. تفکر و فلسفه پنجشیری ستیزی کوچک که تاجیک ها را در بر نمیگیره، اما مخصوصا و به ویژه پنجشیر هدف و تارگت اولی و آخریش است. از فاشیست های پشتون و دیگه اقوام تاجیک عموما مرکز توجهشان است، تارگتشان است، آماج فعالیتشان است. اما از این تاجیک های محلگرای مریض پنجشیری ستیز، پنجشیر ستیز، تنها و فقط خود پنجشیر هدف و کانون توجهشان است. بسیار خطرناک است و این باید ما به این پدیده یک کمی جدیتر توجه کنیم. یک موضوع ساده نیست که با نصیحت‌های پدرانه بیای آدمی را حل فصل کنه. کاری که بسیاری ها میکنن ناچیز میشمارنش که نه خو یک چند تا جوان احساساتی است، این گپا را زده فلان است بهمان است. اتو نیست دوستان. یک تفکر است، یک راهکار است، یک شیوه اندیشیدن و طرحی است برای پنجشیر زدایی و پنجشیری زدایی از کارگاه‌های مهم سرنوشت‌ساز استراتژیک آینده کشور و منطقه و تاجیکا. این مردمی که این کار میکنن هدفشان زدن پنجشیر، با حاشیه راندن پنجشیر و از مرکز و محور کارها به زیر انداختن پنجشیر است و ویرانی پنجشیر به آبادانی خود میدانند. بازینا به طور خاص باید نوشته هایشان، تحلیل هایشان، گپ هایشان بررسی شود که اینجا جایشو نیست و گنجایشش اسپیس نداره. وقتی شما بسیار ضایع میشه. از همیشه است که مثل فاشیست یا با شباهت های زیاد دارن، یک رقم در بعض چیزها ولو که تاجیک هستن بیخی در بستر فاشیسم پشتون خوابیدن، از همون بالش سر بلند میکنن، تقریبا همون دیدگاه را کم ویرایش کرده بیان میکنن. به می خاطر است که یا در مسیر مشترک قرار دارند، در همی زمینه پنجشیری کوبی و پنجشیری زدایی و پنجشیری ستیزی، یا با دشمنان خود حتی همداستان میشن. بسیار یک باریکی ها از دوستا و در عمل ما میبینیم که اینا بر خاطر زدن پنجشیر بسیار توطئه میکنن، دسیسه میکنن، با دشمنان مردم تاجیک امخوان و دسترخوان و کار میشن و بسیار مسائل از دیگه چی بگویم میتون گم کن. از گپای از و از مثالاش تیر میشم که بر خود ما شرم آور است. و اینمی مردم هم شروع کردن هدف اصلی و اساسی برای رسیدن، یعنی شیوه و کار اصلیشان در یک بود بسیار مهم ظریفانه در هم کوبیدن، در هم شکستاندن برازنده ترین نمادهای استقامت، جهاد و مقاومت و آزادی خواهی است.
در مردم پنجشیر و از راه انتقاد پنجشیر و پنجشیری. خب سرکوب پنجشیری ها دوستای عزیز، سرکوب پنجشیر و پنجشیری آرزوی تمام دشمنان پنجشیری که من همیشه شمردم و یاد کردم و نمونه هایش آوردم، آرزوی مشترک کلشان است. در اینیش است که یا در یک بستر میخوابن و در یک جای قرار میگیرن. در این موضوع کوبیدن پنجشیر، بواشراندن پنجشیر، نابود ساختن پنجشیری، این را من تو موقعیت هم میگم براتان. پنجشیر ستیزا از قماش های مختلف در یک همسویی و همنوایی و همکاری قرار دارند و حتی بیشرمانه و بسیار ننگین مصروف زدوبندهای هم می باشند. دوستای عزیز، این کسایی که زیاد پنجشیر ستیزایی خصوصیت هم دارن که تظاهرکار هستن، اشک تمسا می ریزن، چیزهای خود پنهان می کنن تا اندازی، اما واقعیتش است ده ها و صدها مثال می تانیم بتیم که از کشتار پنجشیری ها، از آواره شدن پنجشیری ها، از زندانی شدن پنجشیری ها، از بیخانمانیش خوشنود میشن، شادی میکنن، مثل اونمو دشمنترین دشمن ها هستن. فاشیست های پشتون و اینا، یعنی یک بخشی از پنجشیری ستیزان کیا باشن، پنجشیری ها را مانع حاکمیت خود میدانند، مانع استمرار قدرت و دولت و حاکمیت و تسلط خود میدانند در کل جامعه و کل کشور. به این خاطر پنجشیر خطرناکترین جای، خطرناکترین مردم، اونه گفتم که شماره دهم کتاب دوم سقوی را خواندم که چی یک دیدگاه دارن نسبت به پنجشیر و پنجشیری، که بدونه که از نابودی پنجشیری ها ما نمیتونیم قدرت خود را ادامه بدیم، همیشه برای ما دردسر مشکل خلق میشه. باید پنجشیر از بین ببریم، مردمش بکشیم، ای کنیم او کنیم. همین کار که حالا میکنن. بخش دیگه پنجشیری ستیزان پنجشیر مانع مسلط شدن خود بر جریان‌های مبارزاتی سیاسی و آل امروز همین لحظه مسلط شدن خود در مقاومت مسلحانه که نمیخواین که اگر میبود و خودشان باشن باز مشکل ندارن. اینها منافع خود، جایگاه خود، آینده شخصی خود فارغ از این طور یک رقیب بسیار سرسخت و تاثیرگذار و کلان میخواین. تغییر مرکزیت رهبری، تغییر مرکزیت مبارزه، تغییر مرکزیت تعیین سرنوشت حادثه ها و جریان های امروز و ما بعدش به منطقه و محل دیگه اوضاع و پوزکنده است. دوستان، رهبری پنجشیری را قبول ندارن، مرکزیت پنجشیر را قبول ندارن و به اصطلاح این امروز مشکل و جنجالی که روزمره ما شاهدش هستیم که با جوی مقاومت با احمد مسعود درگیر هستن و ستیز میکنن و میکوبن و تبلیغات منفی میکنن، به همین منظور است که این پنجشیری است و پنجشیر باز هم هنوز هم محور است، هنوز هم در رأس است، هنوز هم تعیین کننده کل چیز است. اینی چیزا یا نمیخواین، به او خاطر پنجشیری ستیزی میکنن، بر علیه مردم پنجشیر توطئه و دسیسه میکنن، تبلیغات میکنن، دشنام میدن، مریضی های خود بدون وقفه نمایان میسازن. خب نمو گپ از دوستا که پنجشیری ستیزی بخش مهم از استراتژی استمرار قدرت و حاکمیت تقومی پشتونی است و به دست آوردن رهبری و تسلط و
به اصطلاح نقش آفرینی از پنجشیر گرفتن و به کسای دیگه سپردن از دشمنای دیگه هست. خلاصه گپ ما در اینجا دوستا همین که پنجشیری ستیزی یک برنامه است، یک معضل است، یک مشکل است، یک چیزی است که باید سرش گپ بزنیم. این از چی کار میگیره؟ از بدنامسازی پنجشیری ها، از نفرت پراکنی علیه پنجشیری ها، از ذهنیت سازی ضد پنجشیری ها، نهادینه ساختن نگاه منفی در پیوند با پنجشیری ها. ببینید قصگک های نرم نرم، گپک های نرم نرم، داستانک های نرم نرم در مجلس ها، در اینجا در آنجا، فکایی ساختن ها، دیگه گپ ها، این پنجشیری را استگمه را درش زدن، بدنام ساختن، دیومنایز که میگن این مردم. همی پروسه چی است که تو مشکل یک نفر دو نفر خیانتش اشتباهش ای را تعمیم دادن به کل پنجشیری ها، ادبیات را که خلق میکنن بر کوبیدن پنجشیر ستیزی و ادبیات خاص خود دارن. باز کمتر دیگه بازم من در این چیزا اشاره میکنم. متهم ساختن پنجشیری، تهمت کردن، جعلسازی، غلط نشان دادن حادثه ها و حقایق، حکایت جعل میکنن، قصه جعل میکنن، خاطره ها اینا جور میکنن، داستان ها را جور میکنن که در کل از این پنجشیر کم زده شود، پنجشیر مشکل نشان داده شود، پنجشیر مانع باشه، پنجشیر ملامت همه کار و همه چیز باشه. اشتباه خیانت یک شخص قانونی تو کرد، فلانی تو کرد، دیره نمی خود نفر پنجشیری ستیزا خود شخص میمانن مردم پنجشیر میکنن. خیانت از شخص است مگر میگن پنجشیری ها به حساب منظورشان بهانه است که از طریق گناه اشتباهی که اونام میسازن. بازی خصلت دیگه دارن که در یک کاری که کلگی شریک است تنها پنجشیری را بالا میارن میکوبن دیگر را به خیر و سلامت. مسئول کل چیز پنجشیری ها. و بازی طرح‌های، تئوری‌های، تبلیغات، ای روایت سازی ها، ای گپا دوستای عزیز تبعات عملی داره که در عمل آگاهانه و ناآگاهانه منجر میشه به اعمال فشار به پنجشیری ها، دامن زدن به تبعیض بسیار سازمان یافته علیه پنجشیری ها، کشتار پنجشیری ها، کوچ اجباری دادن پنجشیری ها، زندانی ساختن بیشمار پنجشیری ها، گسیل قوه و نیرو به منطقه به پنجشیر، پیگرد بیوقفی پنجشیری ها در سراسر کشور. و حتی اونا امروزا شما شنیدین که پنجشیری بودن جرم است و 50% مجرم خواستی که کار کرده باشی یا نکرده باشی. یک گپا میزنم باز دیگه بحث میکنم دوباره این گپا را یک نکته های دیگه هم کس یا تکرار یا نگفته شده را میگم. یک چیز دوستای عزیز من همیشه گوشزد میکنم که گفتن از این که همون نفرها مرا میگن که میگه ای هم پنجشیری ستیزی را همی لغتش همی چیزش کشید، باز به خاطر از این که هر کس کمی هر پنجشیری را چیز بگویه ای تاپه را سرش بزنه. اگر مارشال فهیم کس انتقاد کرد بازی بیای غوغا کنه که یا پنجشیری را میکنن. قانونی را کس یک چیز گفت بازی بیای بگویه پنجشیری ستیزی میکنه. من ایتو یک منظور ندارم دوستان. خائن، اشتباه کننده، وطن فروش، معامله‌گر، آدم بد در هر قوم، در هر تبار، در هر منطقه، در هر ولایت است. در این 50 سال، در این 30 سال، در این 20 سال بوده، امروز هم هست. این کدام مشکل نیست. اگر کسی میآید یک مسئله را، یک حادثه را، یک جریان را بررسی میکنه که در او پنجشیری و پروانی و بدخشی و ایراتی و پکتیایی و قنداری و هر کس بوده،
کلش امین نفرها و اشخاص نام گرفتن ملامت میکنه، مشکل نیست. اون نفرها اگر از پنجشیر است، اگر از هر جای دیگه است، او به معنای پنجشیری ستیزی نیست. ما این گپ در جمله پنجشیری ستیزی نمیشماریم. گپی نیست که هیچ پنجشیری را باید هیچ کس چیز نگوید ولو که خیانت کرد، اشتباه کرد، بسیار مرداری ها و خرابی ها کرد. مسئله ای است که بجای از او خود پنجشیر و پنجشیری ها را به طور عموم ملامت کردن و دشرام دادن و کوبیدن، اینی پنجشیری ستیزی است. و باز در مسئله که هر کس در او شامل است، تنها بر پنجشیری تاختن، او را برجسته ساختن، دیگرها را از سلامت کشیدن، اینی پنجشیری ستیزی است. ورنه کس قانونی را هر کس که انتقاد میکنه، محمدی را ای را او را به نام گرفته، بگو اینی شخص اینی کار کرد. حالا مثلا در جریان جهاد هر مشکلی که می بود، مشکلات کلگی در او نقش داشت. پنجشیری ملامت. در نزاعهای میان قومی در دوران حکومت مجاهدین، هر جنایتی که سر زد که کلگی در او گپا شرکت داشتن، پنجشیری ملامت. کل گپ میای سر پنجشیری. مسئولیت هموز حادثه افشار رو نمیدانم دیگه و دیگه که عامر صاحب شهید رحمت الله علیه ملامت. خب هر مرداری و خرابی که میشه کلگی سلامت، پنجشیری ملامت. اینی پنجشیری ستیزی است. در بن هر اتفاقی که افتاد دوستای عزیز، کم میکنه میایم با شما صحبت کنین 2 دقیقه دیگه حوصله داشته باشید. در بن مشکلات شد، یک مسائل شد، در اوجا کلگی شرکت داشت. قانونی ملامت که قانونی رو تنها اگه بگوین مشکل نیست. پنجشیری ها ملامت پنجشیری. خب حال دیگه گپا هزار گپ دیگه که شد، کل بیرایی ها، خرابی ها، مشکلاتی که در جمهوری 20 سال قلابی بود، ملامت جنگ سالارای پنجشیری. تاجیکا را میگن عموما، مگم پنجشیری به طور خاص. باز خود تاجیکای دشمن پنجشیر ستیز پنجشیری را ملامت تمام میگپا میرانن. یعنی پنجشیری ستیزی است. امی لحظه، امی اکنون دوستای عزیز، برای همه چیزی که هست و نیست پنجشیری مسئول است. چرا؟ اگر جنگ میکنن، کشته میشه نفر، پنجشیری جبهه مقاومت اول دیگه به جبهه پنجشیری ها میگن که رهبریش پنجشیری، کمیته هاش پنجشیری، خانواده های پنجشیری، چیزهایی که تبلیغات میکنن. این پنجشیری ستیزی آشکاراست. دروغ میسازن، تبلیغ میکنن بر علیه جبهه مقاومت و احمد مسعود. باز اگه جنگ هم میکنی، ملامت پنجشیری که جنگ از پنجشیری ها مندراب، خوست فرنگ، کل جای جنگ میکنه. در 22 ولایت این همیال حرکت هست. مگم پنجشیری که با کشتن داد مردم، پنجشیری محکوم. اگه جنگ هم نمیکنن دوستای عزیز، اگه کس نخیسته قیام نکرده دیگه، ملامت پنجشیری است که پنجشیری ها درس هستن. پنجشیری ها آمدن باز انحصار میکنن. مردم تجربه بسیار منفی از پنجشیری ها داره. کسی نمیاد در جنگ شرکت نمیکنه، کسی قیام نمیکنه، بر ضد طالب نمیخزه از خاطر پنجشیری ها. خلاصه پنجشیری ستیزی بسیار جلوه ها و چیز مختلف داره. هزار یک گپ دیگر هم من میتونم در این رابطه بزنم، اما آخرش میگم مونمو پدیده زشت پنجشیری ستیزی به عنوان یک تفکر، به عنوان یک ایدئولوژی، حتی من میگم به عنوان یک طرح و دیدگاه بسیار برجسته سیاسی و اجتماعی وجود داره. اما باز هم دوستای عزیز، آخر دنیا نیست. اینا در اقلیت میاین. اکثریت مردم با شرف، با وجدان، با قدرشناسی که در خراسان است، در منطقه است و در جهان است، به پنجشیر عزت قائل هستند.
و پنجشیر ارزش قائل هستند، به پنجشیری احترام قائل هستند. جایگاه واقعی انسانی مبارزاتی قهرمانانه پنجشیر و پنجشیری در قلب و در ذهن و در ضمیرشان نمایان است و وجود دارد. اونمو رقم که یک عده من دشمنان پنجشیر و پنجشیری هستند، دوستدارانشان، ستایشگرانشان هم در گذشته و هم اکنون به صدها و هزاران مرتبه بیشتر از دشمنان پنجشیر و پنجشیری ستیزان هستند. پنجشیری و مردم پنجشیر در اقصا نقاط جهان مورد احترام و حرمت هستند. مبارزاتشان، شهکارهایشان، قهرمانیهایشان، چی در میان تاجیکان، چی در میان دیگر اقوام و مردمان، چی در منطقه و در جهان به دیده تکریم و ستایش دیده میشه. و آخر گپ همی که ما دل سرد نباشیم، دل شکسته نباشیم، ناامید نباشیم، به خاطری که دشمنان پنجشیر و پنجشیری، دشمنان تاجیک ها، دشمنان پارسی زبان ها، تعدادشان که بکشن خدا و نسبت به دوستدارانشان، نسبت به هم نوانشان، نسبت به خوشبینانشان به شمار انگشتا هم نمیرسن. ما اگر از جایگاه یک پنجشیری، یک تاجیک، یک فارسی زبان به مسئله برخورد کنیم، امیدواری ما، مثبت اندیشی ما، نگاه دوستانه و صمیمانه ما بر جا و برپا هست و پنجشیر جای خود داره، مقام خود داره، عزت و اعتبار خود داره و اینا با تمام تلاش های مذبوحانه ننگین دامندار بدون وقفی خود قادر به خدشه‌دار شدن آبرو و عزت و پایگاه و جایگاه استثنایی پنجشیر و پنجشیری و تاجیک و تاجیکین شده نمیتونن، فارسی و فارسی شدن نمیتونن. ما هستیم، مردم ملت تاجیک هست، مردم پنجشیر هست، مردمان پارسیگوی هست و بالاخره به کوری چشم دشمنان، پنجشیری ستیزان، تاجیک ستیزان و دشمنان گوناگون مردم و ملت کشور ما، پنجشیری ها در کنار دیگر مردمان سرافراز، آزاده، ما انقلابی و آینده خواه فرهنگ پرور خراسان و منطقه و جهان به پیش میرن به سوی آزادی، به سوی یک زندگی زیبای انسانی. تشکر زیاد از شما عزیزا، با درود بسیار از اینکه بودین شنیدین. حال جایگاه را باز میکنم به خدمت شما و میتونین صحبت هایتان داشته باشین. فقط یک شب صحبت خود کنین دوستای عزیز. چیزی که در این رابطه همی عنوان خودتان دارین بگوین، پشت گپ دیگه نگردین که من چی گفتم، او چی گفت، در کدام وسپیس شما چی شنیدین. تیوری خود، نظر خود، تحلیل خود از مسئله بگوین. خارج موضوع مسائل شخصی، مسائل روزمره، این اسپیس و آن اسپیس، این فرد و آن فرد نباشن، نیست زدن، طعنه زدن، حریفک های شخصی خود کوبیدن. اتو کارا را من اجازه نمیدم. با ادب، با تهذیب، در چارچوب برخورد درست ایجا ما می باشیم همیشه. برعکس او چیزی که دشمنای ما میگن، در کمال تهذیب، در کمال نرمی و ملایمت، در کمال ادب و فرهنگ تاجیکی در اینجا هستیم و صحبت میکنیم. دیگه از دوستا خواهش میکنم که همین چیزها را در نظر بگیرن. کوتاه نظرات خود بیان